سبحان الله، کلمه این از دهنم خارج نمیشد. هرچی میخواستم بگم نه، انگار دهنم نمی جنبید، انگار لبام مهر شده بود، انگار نمیتونستم صحبت کنم، زبونم بند اومده بود. سبحان الله، انگار یه مکالمه و پیام مستقیمه. با خوندن کتاب الله ارتباط عمیقی با الله حس میکردم. حتی وقتی که غیر مسلمون تلاوت قرآنو میشنوه، زیباییش روش تأثیر میذاره. یه جورایی آدم حس میکنه این آیات و جملات از یه کتاب معمولی و نوشته یه انسان معمولی نیستن و مقام و مرتبه‌ای فوق‌العاده والاتر و ارزشمندتری دارن. قرآن کلام یک انسان نیست. بارالله، ایشان را در زیر سایه ایمان الهیت نگاه دار و والاترین طبقات بهشت را به آنها ارزانی دار، چرا که تو با موهبت و هدایت قرآن آنها را مورد رحمت خیش قرار داده ای، همان گونه که با قرآن هدایتشان کردی. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله نور الحنايا والضلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا نور الحنايا والضلوع لله أعلنت الرجوع آياته. من عمر پاول هستم، 19 سالمه و در رمضان سال 2011 مسلمون شدم. در حال حاضر در مقطع لیسانس مدیریت تجاری تحصیل می کنم. عمر نوجوانی کم سن و ساله، کمتر از 16 سال داشت که تحقیق در مورد حق و حقیقت را آغاز کرد. تقریبا در تمامی ادیان و مذاهب مطالعه و تحقیق کرد و در نهایت نتیجه تمامی آموزه‌هاشو در یک دین پیدا کرد و اون دین جز اسلام نبود. قبل از اسلام مثل خانواده‌ام مسیحی بودم، اما خیلی به مسیحیت پایبند نبودم. سوالای زیادی داشتم و خیلی چیزا در اون دین به نظرم منطقی نمی اومدن. مثل بقیه نوجوانا راه خیلی درستی رو تو زندگیم دنبال نمی کردم. وقتی که حدود 14 یا 15 سالم بود شروع کردم به سوال کردن. اینکه آیا عیسی واقعا پسر خداست؟ این یعنی چی؟ چرا با عقل جور در نمیاد؟ در مورد تضادهایی که در انجیل وجود داشت سوال میپرسیدم، چون انجیلم کتاب اللهه. اما در دین مسیحیت چیزای غیر منطقی زیادی دیده میشه. این باعث شد که کم کم دین رو رها کنم. علاقه‌ای به دین و مسائل دینی نداشتم و به همه چی شک کرده بودم. هنگامی که عقلش اونو به این ادیان قانع نمی‌کرد، مدت زمانی رو بدون هیچ دینی سپری کرد و بیدینی رو تجربه کرد. از این زمان بود که شروع به تحقیق در مورد ادیان، مذاهب و باورهای شرق و غرب کرد. مدتی طول کشید تا به دین اسلام برسه. شروع به تحقیق در مورد دین‌های بزرگ و اعتقادات و دین‌های مردم گوشه گوشه دنیا کردم. مثلا تحقیقات گسترده‌ای روی دین یهودیت انجام دادم، اما اصلاً به تحقیق در مورد اسلام فکر نمی‌کردم. بیشترم به این دلیل که تنها چیزایی که در مورد اسلام در رسانه‌ها میشنیدم حملات تروریستی، انفجارهای انتحاری و چیزای اینجوری بود و این باعث شده بود که فکر کنم این دین فقط مخصوص مردم کشورهای شرقیه. اون موقع هیچ وقت به ارتباط عمیق اسلام با دین‌های پیامبران گذشته مثل ابراهیم و عیسی علیه السلام فکر نمی‌کردم. برای ساخت برنامه هدایت یافتگان قرآنی به جاهای مختلفی سفر کردیم و با افراد زیادی صحبت کردیم و فهمیدیم که چرا اسلام اونقدر که باید شاید در این کشورها گسترش پیدا نکرده و نمی‌کنه. رسانه‌ها همونطور که برادرمون عمر گفتن تصویر اسلام رو در ذهن مردم خراب میکنن، اما افراد بسیاری با تلاش‌های شبانه روزیشون و کارهای مثل ترجمه قرآن به زبان‌های مختلف و علاوه بر اون ارائه این ترجمه ها به زیباترین شکل ممکن برای دعوت دارن با رسانه ها مقابله میکنن. من چند تا دوست مسلمون داشتم که گاهی وقتا بحث دینی که پیش می اومد میگفتن که عیسی علیه السلام یکی از پیامبران اولوالعزم و بزرگ خداست. منم وقتی میدیدم که اونا مسلمونن اما به پیامبری عیسی علیه السلام اعتقاد دارن تعجب میکردم. به مرور زمان بحث‌های دینی و اسلامیمون بیشتر شد و منم کم کم
شروع به تحقیق در مورد تاریخ اسلام کردم و در مورد ارتباط میون پیامبران مطالعه کردم و اینطور شد که فهمیدم پیامبر بزرگوارمون محمد صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبره. متوجه شدم که دین اسلام آخرین دین الهیه و مسلمونا به دین پیامبران پیشینم اعتقاد دارن. کم کم داشتم از خیلی چیزا سر در می آوردم. اون موقع حدوداً 16 یا 17 سالم بود که با اسلام آشنا شدم و وقتی که این اتفاق افتاد دیگه به تحقیق در مورد دینای دیگه ادامه ندادم. فقط در مورد اسلام تحقیق کردم و هر روزم علاقه‌مندتر می شدم. برام جالب بود. مطالعاتی که در مورد اسلام داشتم منو به خودش قانع کرد. تا اون زمان عمر به اسلام وارد نشده بود، تا روزی که به همراه دوستاش به فروشگاهی میره و در اونجا توجهشون به غرفه جلب میشه که مبلغینی داشتن مردم به اسلام دعوت میکردن. مبلغ داخل غرفه راجع به اسلام با عمر صحبت میکنه. بشنویم. ازم پرسید نظرم در مورد اسلام چیه و منم در جواب گفتم که از مسیحیت منطقی تر به نظر میاد و اسلام دینی بهتر و به حقیقت نزدیکتره. براش از دین قبلیم گفتم و بهش گفتم که دیگه به مسیحیت اعتقادی ندارم. ازم پرسید که نظرم در مورد محمد صلی الله علیه و آله و سلم چیه. بهش گفتم که ایمان دارم اون یه پیامبر از جانب خداست. بهم گفت به اینم اعتقاد داری که فقط یه خدا وجود داره؟ گفتم بله. ایمان دارم که فقط یه خدا وجود داره. بهم گفت تو الان قلباً یه مسلمونی، آیا خودت هم اینو میدونی؟ حرفامون در مورد مسلمونا و دلایلی که چرا من مسلمون نمیشم و اگه مسلمون بشم چه اتفاقی میفته ادامه پیدا کرد. مستقیم حرفشو نزد، اما بهم گفت که ممکنه همین الان از اینجا بری و یه اتوبوس بزنه بهت، قلبت یهو بیسته و یا هر اتفاق دیگه‌ای برات بیفته. آدم که از یه دقیقه بعدش خبر نداره. حرفاش مثل تلنگری بود برام، اما هنوز قانع نشده بودم و بعد ازم پرسید که چرا شهادتینو نمیگی و مسلمون نمیشی. منم هرچی میخواستم بگم نه انگار دهنم نمی جنبید، انگار لبام مهر شده بود، انگار نمیتونستم صحبت کنم. واقعا نمیدونم چی بود ولی نمیتونستم حرف بزنم. سبحان الله. بهم گفت که میخوای شهادت اینو بگی؟ منم گفتم آره و بعدم ازم خواست که حرفاشو تکرار کنم، بگم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و بالاخره این کلمات روی زبانم جاری شد. من فکر میکردم دیگه همه چیز تموم شد، اما اون برادر بهم گفت که من الان فقط شهادت دادم که معبودی به جز الله وجود نداره و محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده اللهه. فقط همین. بعد از گفتن شهادتین خیلی احساس تغییر نمی کردم. گیج بودم و نمیدونستم کاری که کردم یعنی چی. اصلا مطمئن نبودم که کار درست انجام دادم، چون معلوماتم کافی نبود و در موردش خیلی نمیدونستم. مغزم پر بود از افکار مختلف. با خودم میگفتم یه روزم نیست که مسلمون شدم، پس میتونم به راحتی اسلامو ترک کنم. نشسته بودم تو خونه و با خودم میگفتم واقعا الان من یه مسلمونم؟ اون موقع بود که تصمیم گرفتم جای تحقیق تو اینترنت قرآنو بردارم و بخونم. اشتكى جوف الظما لما بكى جفني دما والدرب خاف جهنما لجأت للقرآن يا روضة نحيا بها يا منهجا لأولي النهى يا غيمة نرنو لها وسماؤها القرآن. وقتی که کتاب الله سبحانه و تعالی رو باز کردی، آیاتی که بیشتر از همه رو تأثیر گذاشت چه آیاتی بودن؟ چه سوره هایی باعث شدن در آیاتشون بیشتر تدبر و تفکر کنیم؟ اول که کتابو باز کردم سوره الفاتحه رو خوندم و بعد ورق زدم و با سوره بقره مواجه شدم. الف لام میم. این کتابی است که در آن هیچ تردیدی نیست و مایه هدایت تقوا پیشگان است. همین که این آیه رو خوندم همه اون شک‌ها از وجودم بیرون رفت و من یه جوری واسه خودم متاسف بودم که چرا شک کرده بودم.
با خودم فکر می کردم که من چطور تونستم به این دین و به قدرت الله و به حقیقتی که در این کتاب و دین نهفته شک کنم. احساس خوبی داشتم چون 1 ساعت قبلش تمام وجودم پر بود از اشک و حالا با تمام وجود به اسلام ایمان داشتم. زبان نوشتاری نسخه ترجمه قرآنی که من دارم خیلی قوی و تاثیرگذاره. انگار یه مکالمه و پیام مستقیمه. با خوندن قرآن ارتباط عمیقی با الله حس کردم. قرآن چنان ارزشی برام پیدا کرد که دیگه همیشه همراهم بود و هر جا می رفتم با خودم می بردمش و سعی می کردم همیشه بخونمش. فإذا الحروف بعطرها ملأت دمي ومدامعي وكياني رتلته فإذا الحروف بعطرها ملأت دمي ومدامعي وكياني بالقرآن تحلو الحياة شوقا إلى المولى هداي أسلمت روحي. با برنامه هدایت یافتگان با قرآن همراه ما باشید. برحمه تحلو الحياة شوقا إلى المولى هداي أسلمت روحي للإله. نور الهداية زار صدري هو مبتدأ أنسي وعمري فعزمت للرحمن أمري وعلى خطاطها مشيت. یکی دیگه از چیزایی که باعث شد باور کنم اسلام بهترین دینه برادری و دوستی در اسلام بود. من 2 دوست مسلمون داشتم و هر دوتاشون واقعاً برام مثل برادر میموندن. کارایی میکردن که من نمیتونستم از بقیه دوستام انتظار داشته باشم. دعوتم میکردم برم باهاشون غذا بخورم. منو به خونهشون دعوت میکردن. همیشه بهم کمک میکردن. کارایی میکردن که من از بقیه انتظار نداشتم. مثلا اگه پول نیاز داشتم بهم پول میدادن بدون اینکه حتی ازشون بخوام و این خیلی برام عجیب بود چون در جامعه‌ای که من بزرگ شدم و در فرهنگی که من اطرافم دیده بودم هیچ کس انقدر بخشنده و مهربان نیست، اونم بدون چشم داشت. برادر ایمانی همدیگر بودن در اسلام یکی از بزرگترین نعمت‌های اللهه. برای ما الله رحمان در سوره انفال می‌فرمایند و دلهایشان را به هم پیوند داد. در حالی که تو آنچه در زمین از همه را خرج پیوند دادن دلها می‌کردی نمی‌توانستی، ولیکن خدا میانشان الفت انداخت. به راستی که خداوند مقتدری حکیم است. این برادری پیوند اخوت تاثیرگذار و موثرترین پیوند جوامع اسلامیه و این یکی از حکمت‌های الله رحمانه. با هم قرآن میخوندیم، نماز میخوندیم، با هم میرفتیم مسجد، همیشه از هم حمایت میکردیم. اگه ایمان یکی از ما دچار لغزش میشد بقیه کمک میکردن که ایمانمون رو تقویت کنیم. اگه حس میکردیم یکیمون ممکنه گناهی مرتکب بشه با یادآوری آیات قرآن سعی میکردیم جلوی اون کارشو بگیریم. نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية مرتوي. آیا خانوادت اسلام تو قبول کردن؟ چه اتفاقی افتاد وقتی که بهشون گفتی؟ من پیش مادرم زندگی می کردم. راستش از اول بهش نگفتم که مسلمون شدم، فقط به برادرم گفتم، ولی چند هفته بعد مادرم هم خودش فهمید و اومد که با هم صحبت کنه. بهم گفت چرا مسلمون شدی؟ مگه میخوای خودتو به کشتن بدی؟ از این به بعد باید بری جنگ و جهاد و کارهای خطرناکی بکنی. براش توضیح دادم که محور اصلی و تمرکز دین اسلام روی جنگ نیست. اسلام پر از آرامشه که بین انسان و الله رابطه عمیق ایجاد میکنه. به آدم کمک میکنه که خالقشو بهتر بشناسه و برای رضای خالق تلاش کنه. اسلام باعث میشه محمد رسول الله رو الگوی زندگیشون قرار بدن و سعی کنن که مانند ایشون رفتار کنن. همینطور که به مرور زمان بیشتر با دین اسلام آشنا شد و رفتارهای منو دید، از اون چیزی که انتظارشو داشتم هم راحت‌تر با اسلام کنار اومد. از این خبر خیلی خوشحال شدم و فکر کنم شما هم مثل من خیلی خوشحال بشید که بشنوید مادر عمر هم به مسلمون ها پیوست.
الحمدلله حدود 8-9 ماه تلاش کردم مادرم رو به اسلام دعوت کنم که خدا خواست و بعد از این مدت مادرم مسلمون شد. من قبل از اسلام فرزند خیلی خوبی براش نبودم. نادون بودم و کارهای حرام زیادی انجام میدادم. این باعث شده بود که واقعا تعجب کنه. هر روز ازم میپرسید یعنی چی که یهو همه اون کارا رو رها کردی و از صبح تا شب تو خونه کتاب میخونی و عبادت میکنی؟ اما بعد از چند ماه خودش رفت مسجد و شهادتین رو گفت. وقتی که برگشت خونه بهم گفت که مسلمون شده. خیلی خوشحال شده بودم. وقتی بهم گفت از تعجب و خوشحالی شوکه شده بودم و همونجا سجده شکر به جای آوردم. تو پوست خودم نمی گنجیدم و اشک شوق از چشمام سرازیر شده بود. اما مهمترین موضوع این بود که اون دیگه زن مسلمانی بود و از آتش جهنم نجات پیدا کرده بود. از وقتی که اسلام رو قبول کرد و در راه راست و حقیقت قدم برداشت، دیگه از خدا میخوام در بهشت در کنار هم باشیم. خدا رو شکر حدود 4-5 ماه بعد از مادرم برادرم هم شهادتین رو گفت و ایشونم به جمع مسلمونا پیوست. یا منزل القرآن نورا على احمد احسست باطمئنان بالنور لما ابتدا. یکی از سوره‌هایی که بیشترین تأثیر روی من گذاشت سوره تکاثر بود. این سوره منو واقعا متحول کرد، مخصوصا آیه اول سوره. الله می‌فرمایند که تفاخر به بیشتر داشتن شما رو غافل میکنه تا به گورستان سرازیر بشید. اون موقع زندگی همه، حتی شرایط خودم، بر اساس مسائل مادی شکل میگرفت. همه میخواستن پول به دست بیارن تا خونه و ماشین لوکس بخرن. میخواستن کاری که بیشترین حقوق و داره داشته باشن. اما این سوره باعث شد فکر کنم اگه من تمام زندگیمو در تلاش برای رسیدن به پول و ثروت بیشتر بگذرونم، وقتی که میمیرم باید همشو بذارم همینجا و برم. پس چه فایده‌ای داره؟ واقعا آیات تأثیرگذاریه. در ادامه همین آیات می‌فرماید اصلاً این گونه نیست که شما خیال می‌کنید و به زودی می‌فهمید. اینجور نیست که میپندارید، خواهید فهمید. وقتی که خوندن قرآن رو شروع کردم کاملا متوجه شدم که با انجیل فرق داره. وقتی آدم قرآن رو میخونه میتونه آیات رو به زندگی خودش ربط بده. کاملا مشخصه که الله سبحان این پیام‌ها رو خطاب به خود ما بر پیامبر وحی کرده. واسه همینه که اینقدر روی من تأثیر میذاشت و بعد جواب سوالم رو گرفتم. فهمیدم که دلیل و مقصود زندگیم اطاعت از اوامر الله و این باعث شد که سعی کنم هر روز بیشتر راجع به اسلام یاد بگیرم. باید نماز خوندن رو یاد میگرفتم و با مطالعه یقینم به الله رو محکم‌تر میکردم. در سوره تکاثر الله سبحانه و تعالی میفرمایند تفاخر به بیشتر داشتن شما را غافل کرد. حالا تفاخر و تکاثر به بیشتر داشتن چیه که آدمو غافل میکنه؟ بعضیا میگن منظور از این کلمه تفاخر به بیشتر کردن امواله، اما بقیه میگن منظور به زیاد کردن فرزندانه. اما تکاثر در مورد موارد بسیار زیادی صدق میکنه. یکی از اونها زیاد صحبت کردنه که ما را از یاد و ذکر الله سبحان غافل میکنه. حتی وقتی که غیر مسلمون تلاوت قرآن رو میشنوه و یا قرآن رو میخونه، زیباییش روش تأثیر میذاره. یه جورایی آدم حس میکنه این آیات و جملات از یک کتاب معمولی و نوشته یک انسان معمولی نیستن و مقام و مرتبه فوق‌العاده والاتر و ارزشمندتر دارن. کاملا مشخصه که این کتاب کلام یه انسان نیست. در حال حاضر دارم عربی رو یاد میگیرم تا بتونم قرآن رو به عربی تلاوت کنم. معلمی که برای یادگیری زبان عربی بهم کمک میکنه همسن خودمه و همین نزدیکی هم زندگی میکنه. ابراهیم معلمم چند وقت پیش تو مسجد با هم آشنا شد. ابراهیم حافظ کل قرآنه و آیات قرآن رو به زیبایی هرچه تمامتر تلاوت میکنه و داره به منم کمک میکنه که انشاءالله قرآن خوندن رو یاد بگیرم. من در مورد یادگیری قرآن و فضیلت‌های این کار با امر صحبت میکردم. انگیزه بالایی در امر برای یادگیری دیدم و برای همین بهش گفتم مشکلی نیست، اصلاً مشکلی نیست. انشالله که خودم شروع میکنم و بهت یاد میدم. من تجربه زیادی در این کار ندارم، اما خب دیدم کار خاصی که ندارم میتونم با کمک به امر اجر و ثواب بیشتری برای آخرتم جمع کنم. من و امر 5 روز در هفته به مدت 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم کلاس داریم و الحمدلله خیلی خوب یاد میگیره. چیزی نمونده که تمام قواعد عربی رو یاد بگیره. الحمدلله من واقعا بهش افتخار میکنم. اولین و
مهمترین نکته برای یاد گرفتن زبان عربی درک قرآنه. خوندنش کافی نیست. این درست نیست که قرآن رو برداریم 5 صفحه بخونیم و دوباره بذاریم سر جاش و خلاص. ماشاءالله واقعا متعجبیم از همت والایی که عمر در یادگیری دین داره، علاقه‌ای که به قرآن داره و تدبری که در آیات میکنه و از فکر و روش و معرفتش واقعا لذت میبرم، در حالی که 19 سالشه و 3 ساله که مسلمون شده. خیلی از ماها هر روز وقت زیادی رو صرف کار کردن با گوشی تلفن و شبکه‌های اجتماعی می‌کنیم، اما متاسفانه تو خیلی از خونه‌ها رو کتاب قرآنشون یه وجب خاک نشسته. واقعا حیفه که خیلی از ماها کمترین وقت رو برای خوندن قرآن نمیذاریم و در آیاتش تدبر نمی‌کنیم، ازش الگو نمیگیریم و زندگیمون رو بر اساس آموزه هاش بنا نمی‌کنیم. متاسفانه این روزا خیلی از مسلمونا در سراسر دنیا این سعادت رو از دست دادن و کتاب قرآن رو کنار گذاشتن. به نظر من سعادت و رستگاری تنها در گرو بازگشت به سوی کلام اللهه. قرآني هو جنتي هو آية الأكوان قرآني هو حجتي إن جئت للرحمن. یکی از بزرگترین آرزوهای من این بود که خانواده‌ام مسلمون شن و خدا رو شکر این اتفاق افتاد. الحمدلله که من قبلا توفیق رفتن به حج و زیارت خانه خدا رو پیدا کردم و خدا رو شکر برادرم هم به زودی قراره بره حج، اما مادرم تا حالا نرفته و آرزوی من اینه که بتونم مادرم هم ببرم حج انشاءالله. برادران شما در وبسایت nunquran.com به اذن الله باهاتون در ارتباط خواهند بود و تماس میگیرن تا در جهت تحقق آرزوت باهات همکاری کنن. به اذن الله عزوجل. الله بهتون برکت بده. أسير بدرب قرآني فيشرق صبح برحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني. ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي. ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي. ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت. أسير بدرب قرآني فيشرق صبح برحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني. جنى وشذا وأوراق لروض الجنة ساق. أخي إما مررت بها فثم النفع رقراق. جنى وشذا وأوراق لروض الجنة ساق. أخي إما مررت بها فثم النفع رقراق. ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت. فيشرق صبح برحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني.